بیننده های عزیز، یکی از هموطنان ما که در این شفاخانه به سر بود همراه ما هستند. ببینیم که اینا در چی حالت هستن. میخوایم امروزشان صحبت بکنم. چی حال داری برادر؟ خوب هستم که میگن دیگه یک ساعت پیش جنتاری چی بام درباره وضعیت بر ما بگو که امو دقیقه شما چی میکردین؟ در کجا بودین؟ ما در داخل تامخانه ترابیر خلاص کردیم. اومدیم در اتاق ما که بیادر یک گرانباز شده. گرانباز شد بیادر یک چند تا زخمی دیگه کل بچه‌ها دیوالای ما کل شهید شده. دیگه مالک امارات هم اومده، وزارت داخله هم اومده درگاه شهیدا و زخمی ها را برده میرن. چقدر نفر در این داخل شفاخانه بودن؟ یکم 15 صد 1.5 نفر بود. چقدرشان به نظرت شهید شده باشه؟ حالا فکر کو که یک 50 نفر زنده دیگه کل شهید شده. دیگه زخمی و شهید شده. یعنی در کل مریضایی که در اینجا بودن به شهادت رسیدن. ببینین این ظلم وحشیانه پاکستان را در قبال مردم افغانستان، مردمی که همه ملکی هستن و بی دفاع هستن و بی ضرر هستن، ولی اونا او ظالما در این ماه مبارک رمضان در دو روز که مانده به این چه حالت را به سر این هموطنان ما آوردن. و این لکه ننگی که پاکستان حمله کرد بالای شفاخانه معتادین در کابل هیچ از یاد افغان ها نخواهد رفت و از فکر هیچ افغان دور نخواهد شد. برادر عزیز، حالش چطور است؟ وضعیتت خوب خواستی؟ وضعیتم خوبه، از گانس هستم. اما لحظه که حمله صورت گرفت دیگه کسایی هم که در اطراف شما بودن آیا به شهادت رسیدنشان را دیدی؟ کلا نیوالا ما رفتیم در آمدیم در اتاق کسی روداش برآمده، کسی پایش قید شده بدر کلش مرده بوده. کلش مرده بود. فکر کنم از 45 خدمتگار یک 5 6 اگه زنده بانده باشه دیگه کلش مرده. زنده باشی برادر. خدا را شکر که اثر خودت بخیر گذشت. بخیر باشی. بیننده های عزیز، این وضعیت را ببینین، این حالت را ببینین شما. هنوز هم اطفایه در حال خاموش کردن این آتشی است که پاکستان در کشور ما بالای یکی از شفاخانه های معتادین در کابل آورده. آیا این یک حمله وحشیانه نیست؟ چرا جهان در مقابل چنین حملات ناجوان مردانه و نامردانه پاکستان خاموش است؟ شما این وضعیت و حالت را ببینین. بیاین از نزدیک براتون نشان بدم که هنوز هم داخلش بعضی جایا در گرفته است، آتش گرفته است و شما او قسمت را ببینین، جایی که لوحه نصب از آمریت مرکز حمایوی و تداوی 2000 بستر امید. ببینین اینجا جای نظامی نبوده، اینجا جای نبوده که نظامی ها قرار داشته باشه. بله اینجا